استثمارات صنعتی پیشبرنده اقتصادیات و سرچشمه درآمد به شمار رفته. حکومت جمهوری تاجیکستان در این سمت برنامه‌های زیادی را عملی نموده ایستاده است. از جمله فعالیت کارخانه آردبراری ناحیه رشت در تامین ساکنان ناحیه‌های کوهستان با محصولات نیاز اول سهم ارزنده دارد. گزارش ایدگل محمود از ناحیه رشت. کارخانه آردبراری ناحیه رشت یکی از کارخانه‌های عظیم صنعتی در منطقه به شمار رفته. آن با هدایت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از حساب اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده. تجهیزات معاصر آن امکان می‌دهد تا در یک شبانه روز 50 تن محصولات خوش‌صفت استحصال کرده شود. کارخانه در محل سامانیان شهرک‌گرم جایگیر بوده. در شفت آن مغازه فعالیت دارد تا اهالی ناحیه‌های منطقه توانند همیشه محصولات نیاز اولیه خود را دسترس نمایند. نقش این کارخانه صنعتی در تامین اهالی ناحیه‌های لخش تاجیک‌آباد، رشت، نورآباد، سنگبار و جماعت دهات صغیردشت ناحیه درواز ولایت مختار کوهستانی بدخشان با محصولات اولیه نیاز مردم به خصوص آرد خیلی هم نظررس می باشد. زیرا در مغازه و مرکزهای تجارتی یک قطار ناحیه‌های منطقه امروزها نرخ فروش یک خلطه آرد نوع یکم 220 سومانی باشد. در انبار و مغازه کارخانه نرخ یک خلطه آرد نوع یکم 185 سومانی را تشکیل نموده. با همین طریق نرخ دیگر محصولات نیاز اولیه کارخانه در قیاس با بازار و مرکزهای سودا ارزان‌تر می باشد. در برابر این با مقصد تامین اهالی ناحیه‌های ذکر گردیده با محصولات نیاز اولیه از قبیل آرد، روغن و شکر، مکرون و برنج در انبارهای ناحیه‌های کوهستان از حساب کارخانه برای دوره زمستان گذرانی ذخیره کافی موجود می باشد. با مقصد فعالیت معتدل کارخانه در انبارهای آن بیش از 1200 تن غله خوش‌صفت ذخیره شده است تا برای تامین اهالی ناحیه‌های کوهستان با محصولات استحصال خودی به خصوص آرد در فصل زمستان یگان مشکلی پیش نآید. از همه مهم فعالیت با نظام کارخانه صنعتی در ناحیه رشت شرایط فراهم آورد تا استحصال محصولات خوش‌صفت افزوده اهالی ناحیه‌های کوهستان می توانند همیشه محصولات ضروری خود را دسترس نمایند. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت.